یا رب به حریم رمضان آمده ایم، یا رب به حریم رمضان آمده ایم، گویی ز زمین به آسمان آمده ایم. بر سفره ماه مهربانی و صفا، بر سفره ماه مهربانی و صفا، از روی یقین دوان دوان آمده ایم. شد موسم پر کشیدن و وقت دعا، شد موسم پر کشیدن و وقت دعا، با دست تهی اشک روان آمده ایم. یا رب تو رحیم و جمله ما غرق گناه، یا رب تو رحیم و جمله ما غرق گناه، با قلب حزین بهر امان آمده ایم. یا رب تو کریم و جمع ما بهر نیاز، یا رب تو کریم و جمع ما بهر نیاز، با ذکر جلی وقت اذان آمده ایم. ما را شب قدر است و تمنای وصال، ما را شب قدر است و تمنای وصال، یا رب نظری از دل و جان آمده ایم، یا رب نظری از دل و جان آمده ایم، از دل و جان آمده ایم. بدان ای خواهرم فضیلت صدقه دادن در شب‌های قدر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به همه شما خواهران عزیزی که در این روزهای پربرکت رمضان همراه ما هستید. ماه رمضان ماه رحمت و مغفرت است و شب‌های قدر شب‌هایی هستند که در آن درهای رحمت الهی بیشتر از هر زمان دیگری برای بندگان باز است. در این برنامه می‌خوایم در مورد فضیلت صدقه دادن بر شب‌های قدر صحبت کنیم، چرا که صدقه دادن در این شب‌ها از بزرگترین عبادات و وسیله‌ای برای رضایت خداوند است. شب‌های قدر از مهمترین شب‌های ماه رمضان است که قرآن کریم در آن نازل شده است. این شب‌ها به ویژه شب 27 ماه رمضان فرصت طلایی برای رحمت و مغفرت خداوند جل جلاله است. خداوند متعال در قرآن کریم چنین می‌فرماید: لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر از 1000 ماه بهتر است. سوره قدر آیت 3. در این شب‌ها هر عمل نیکو از جمله صدقه دادن مورد پذیرش خداوند قرار می‌گیرد و ثواب بیشتری دارد. صدقه دادن در اسلام همیشه با اجر و پاداش همراه است، اما در شب‌های قدر این عمل دارای فضیلت ویژه‌ای است. صدقه دادن در این شب‌ها نه تنها باعث رفع بلاها و گناهان می شود، بلکه موجب برکت و مال در زندگی فرد نیز می شود. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: صدقه غضب خداوند را خاموش می کند و مرگ بد را دفع می کند. این حدیث نشان می دهد که صدقه دادن در شب‌های قدر علاوه بر این که موجب پاکی دل و جلب رضایت خداوند می شود، سبب دفع بلاها و سختی‌ها از زندگی فرد می گردد. صدقه دادن در شب‌های قدر می توان سبب تغییر در تقدیر و سرنوشت انسان شود. در روایت ها آمده که شب‌های قدر فرصت‌های زیادی برای برآورده شدن دعاها و درخواست‌ها از خداوند است. در این شب‌ها وقت انسان صدقه می دهد نه تنها مال خود را در راه خداوند می دهد، بلکه در حقیقت به شکر نعمت خداوند باعث برکت، پاکی و در زندگی خود می شود. یعنی صدقه گناهان را همان طوری که آب آتش را خاموش می کند از بین می برد. صدقه دادن باید در کنار دیگر عبادات شب‌های قدر مانند نماز، دعا و تلاوت قرآن کریم انجام شود. به همین دلیل باید از این شب‌ها بهترین بهره را برد و در کنار عبادات فردی به نیازمندان کمک کرد. در شب‌های قدر وقت صدقه داده می شود نه تنها به نیازمندان کمک می شود، بلکه دل خود فرد نیز با این کار شاد و آرام می شود، چرا که صدقه دادن باعث نزدیکی انسان به خداوند و همچنین رفع نگرانی ها و مشکلات دنیوی می گردد. در قرآن کریم در سوره صف آمده است: تؤمنون بالله و رسوله
و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. به خدا و رسولش ایمان آورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید که این برای شما بهتر است اگر بدانید. این آیت نشان می دهد که یکی از مهمترین راه‌های جهاد در راه خداوند کمک مالی و صدقه دادن است. پس بدان ای خواهرم، شب‌های قدر شب‌های ویژه‌ای برای برکت گرفتن از رحمت الهی است. در این شب‌ها صدقه دادن نه تنها باعث نزدیکی بیشتر به خداوند می شود، بلکه باعث رفع بلاها، پاکی دلها و جلب رضایت خداوند خواهد شد. بیایید در این شب‌های پربرکت دست در دست هم داده و با صدقه دادن به نیازمندان کمک کنیم و در این راه از پاداش بزرگ خداوند بهره مند شویم.